یک کس مرا سوال داد که بابای حاجی همین رونالدو همین مسلمانان را یاردم میکنه، اینا فلسطین را یاردم کرد، میلیون متر یاردم میکنه، همین آیا همین رونالدو برای همین دادگیهاش پیش خداوند اجر میگیره یا نمیگیره؟ مردک میلیون داده سای. پیامبر نازنین میگه آدمی که اگر به قرآن ایمان نداره، به پیامبر رسالتش ایمان نداره، ببینید به قرآن ایمان نداره، اگر بازمی همی و احسان خیر کنه، خداوند در عوضش ایمال دنیا میکشه، پول صرف کرد پولش میده. لیکن در مؤمن برادر عزیز عکسه، مؤمن وقتی صرف میکنه هم در عوضش پولش میده، هم ثواب ایره برای روز آخرتش ذخیره میکنه. یعنی اینجا درجه مؤمن برادر عزیز.